الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه ما حلقه 24 از آموزش کلمة التوحید، کلمة الطیبه، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله می باشد. و ما در 4 حلقه گذشته شرط اولی لا اله الا الله، شرط صحت اولی لا اله الا الله را به شما بیان کردیم که از این 7 شرط اولین شرطش علم است و به علم لا اله الا الله صحیح نخواهد شد و به کسی لا اله الا الله منفعت نخواهد داد مگرم به این 7 شرط ها. و در این حلقه به شما ضد علم را بیان میکنیم، زیرا در زبان عربی قاعده است که هر کسی که یک مسئله را خوب فهمیدن خواهد باید همون مسئله را بیاموزد و این چونین ضد این مسئله را بیاموزد. هر یک کلمه را فهمیدن خواهید، معنای درستش را فهمیدن خواهید، ضد این کلمه را بیاموزید. شرط اولی لا اله الا الله علم است. اما وقتی که علم نابود شد چی به وجود می آید؟ جهل به وجود می آید. جهل، بیخبری، بیعلمی و جهل و جهالت. جهل در اینجا موضوعی که ما امروز به شما ذکر میکنیم کفر الجهل. وقتی که جهل به وجود آمد این دلالت میکرد که کفر به وجود آمد. وقتی که از انسان مسلمان علم نابود شد، یعنی یک کسی بگوید که من مسلمانم، برای آن که لا اله الا الله را من نطق میکنم، میگویم، اما علم به لا اله الا الله ندارد، هیچ علم خبری ندارد، پس دلالت میکند که لا اله الا الله به این انسان منفعت نمی بخشد، زیرا این انسان جاهل است. وقتی که جهل به وجود آمد یعنی کفر به وجود آمد. برای همین علما میگن کفر الجهل، یکی از نمودهای کفر جهل است. کفر الجهل، کفر جهل. معنای این سخن ما این است که هر کسی به کفر و یا شرک اکبر، به کفر اکبر و یا شرک اکبر واقع بشود به سبب جهل، به سبب نادانی و از دین الله هیچ خبری پیدا نکند و آن چیزی که الله سبحانه و تعالی طلب نموده است، خواسته است، این را انجام ندهد در فهمیش و در علم، یا که به این انسان دعوت نرسیده باشد، یا که رسیده باشد و کامل نباشد، یا که اینچنین هر کسی که به وی حجت قائم شده باشد، علم رسیده باشد، اما به این حجت رسیده قانع نشده باشد یا که نفهمیده باشد و در کفرش باقی مانده باشد، قصدن، باید بدونید که عنادن، قصدن، یا که با یک تعویل، یا که به سبب جهل، پس حس بکند، خودش را حس بکند که من در حق هستم. اصل در ضلالت است، در گمراهی است، در کفر است، به سبب جهل و به سبب تعویل جاهلانه که انجام داده است، اما گمان کند که خودش فکر بکند که در حق است، در گمراهی است، فکر میکند که در حق است. پس در این حالت این انسان کافر است و اسم کفر از این انسان دور نشده است و هیچ ممانعت در تکفیر کردنش وجود ندارد، یعنی تکفیر کردنش، کافر گفتنش جایز است. پس این اصلی موضوع ما بود، یعنی ضد علم جهل است و جهل به نهایت یک مسئله خطرناک است. بارک الله فیکم. ما در این حلقه مختصراً به شما معلومات میدهیم، زیرا در مسئله تکفیر و در مسئله کفر و در مسئله شرک ما باب جهل را، موضوع جهل را به نهایت در حلقه های زیاده به شما
کاملا رسانیدیم که در بیان سنت، در گروه بیان سنت و کشف بدعت وجود دارد، در حلقه های بالا وجود دارد که در مسئله جهل به تفصیل صحبت کردیم. و به این گفته ها ما که جهل هم کفر هست دلیل داریم. اولین دلیل من سوره زخرف آیه 37 است که الله سبحانه و تعالی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. و البته آنها حتما لَيَصُدُّونَهُمْ، آنها را من میکنند از راه الله و گمان میکنند که آنها هدایت یافتگانند. یعنی بعضی از انسان‌ها هستند که مردم را از راه الله، از دین الله، از سنت رسول الله، از حکم الله من میکنند، مردم را باز می‌دارند. به مانند امروزه مرتدانی که مردم را از راه الله، از دین الله، از حتی حجاب پوشی و از نماز من میکنند و باز گمان میکنند که اینها هدایت یافتگانند. امروز بسیاری از مرتدان در همین حالت هستند که خود را هدایت یافته، خود را در بهترین حالت اسلام و ایمان حس میکند، در حالتی که گمراه است و کافر است. و سبب این کفرش جهل است. این محل شاهد است. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره کهف آیه 104 میگوید الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. آنانی که در این حیات دنیا به نهایت سعی و کوشششان به گمراهی رفته است، گمراه شده اند، از حق دور شده اند و اونها میپندارند و حساب میکنند که اینها یحسنون صنعا، عملی خوبی را انجام میدهند. این آیت دلالت میکند که بسیاری از گمراهان، کافران یا مرتدان حس میکنند که اینها عملی زیبای را، خوبی را انجام داده ایستادند. یعنی از گمراهی خود بیخبرند از سبب جهل. و این آیت هم دلالت میکند که جهل سبب کفر است و جهل کفر وجود دارد، یا که کفر جهل وجود دارد. و این چین در سوره انعام آیه 54 الله میگه انه من عمل منکم سوءا بجهالة ثم تاب. یعنی البته هر آن کسی که عملی را از شما، عملی بدی را از شما به سبب جهل انجام داد و بعد از این توبه کرد. و این آیت هم دلالت میکند که در بعضی حالتها عملی بد را، عملی گمراهی را و کفر را از سبب جهالت انجام دادن ممکن است. و حتی بعضی اهل سلف میگفتند که هر کسی که گناه انجام میدهد و جاهل است، برای اینکه کسی که عاقل است گناه را انجام نمیدهد. و این چون الله سبحانه و تعالی در سوره توبه 93 میگه و طبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون. الله به قلبهای اونها مهر زده است و اونها بیخبرند، لا یعلمون، نمیدانند. یعنی کافر شده اند و نمیدانند، بیخبرند، در جهالتند. و این چنین آیت دیگر سوره ملک آیت 10 آمده است که میگه و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. انسان هایی که به دوزخ، به قسم سعیر داخل می شوند، در بعد از این که به دوزخ داخل می شوند ندا میکنند و میگویند و قالوا اگر ما این رسولان الله را و قرآن را گوش میکردیم و نعقل، محل شاهد اینجا است، و عقل می داشتیم، یعنی جاهل نمی بودیم، از اصحاب سعیر نمی شدیم، از دوزخیان نمی گشتیم. یعنی این به سبب گوش نکردن، به سبب اطاعت نکردن و به سبب عقل را به جا آوردن و به سبب جهل انسان ها صاحب سعیر و صاحب یکی از طبقات سخت‌ترین دوزخ گشتند. و این چین در سوره روم آیه 29 آمده است بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغیر علم. یعنی بلکه آنانی که ظلم کرده اند و پیروی کرده اند تابع هوا و هوس‌های خودشان شده اند و به خودشان ظلم کرده اند بغیر علم، از سبب بی‌علمی، ندانسته، از سبب جهالت. عاقبت هم اینها کفر و گمراهی است. و اینچنین الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 118 میگه و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه.
و میگویند آنانی که نمیدانند، یعنی آنانی که بیخبرند، جاهلند، میگن که اگر الله به ما صحبت بکند یا که به ما یک آیت بفرستد، یعنی این آیت دلالت میکند که سبب کفر اونها نادانی و جهالت بود. و البته در این موضوع ما به نهایت با تفصیل در چخیلی که بیان کردیم، حلقه گذشته بیان کردیم. و سبب جهل عادتا 3-4 چیز است. اولا عجز، یعنی ناتوانی از ادراک و فهم حق، یعنی بعضی انسان ها عاجزی دارند، از فهم، ادراک و فهم حق عاجزی دارند. یا که سبب دوم تفریط، تقصیر کردن، به اهمیتی کردن، اهتمام ندادن به دین، اهتمام ندادن به اصول دین، به کلمه لا اله الا الله و بعض اصول دین، توحید و از شرک دور شدن. بعض انسان ها تماما اهمیت نمیدن، تفریط کرده اند، تقصیر کرده اند و به دین خود حریص نیستند و همین سبب شده است که جهل به اونها غلبه کرده است. و یعنی سبب پیدایش جهل عجز، یعنی از سبب عقل کوتاه بودنش، یا که کمبودی کردن و بی اهمیتی کردن بر دین. و سبب سوم یا که روی گردانیدن از دین، تماما بی اهمیتی کردن، که و این نواقض اسلام است. در شکننده اسلام البته ما به شما شرط داریم که اعراض، روی گردانیدن از دین، تعلیم نگرفتن دین، تعلیم ندادن دین. و امروز چقدر از مسلمان ها از دین خود روی گردانیده اند، میگویند که من مسلمانم، اما وقتی که سخن الله به آنها گفته می شود غضبشان می آید. وقتی که حکم از حکم الله به آنها رسانیده می شود غضبشان می آید. اعوذ بالله من ذلک. و این اعراض است. و سبب چهارمی جهل این کبر، روی گردانیدن سومش بود. کبر و دروغ شماریدن دین سبب می شود که جهل پیدا بشود. و بسیار امروزه کافران و مرتدان سبب جهلشان انمین کبر اونهاست. بسیار مرتدها سبب جهلش کبرش هست. از سبب کبر دین را نمی آموزد، از سبب دشمنی دین را نمی آموزد و از سبب دروغ شماریدن دین را نمی آموزد و به همین سبب جهل به این انسان پیدا می شد و غلبه می کند. پس بارک الله فیکم. به شما بیان میکنیم نمودهای کفر و علاقه بین نوعهای کفر، نمودهای کفر و کفر جهل. نمودهای کفر برادر عزیزم و خواهر بزرگوارم زیاد است. چخیلی که ما سخن ابن القیم جوزی را در حلقه های گذشته ذکر کردیم و بیان کردیم که کفر اکبر 6 نمود دارد و بعضی از علما نمودهای زیاد را ذکر کردند. به مانند نمود اول کفر تکذیب، کفر جحد، و بعض علما کفر تکذیب و کفر جهل را یکی ذکر کردند. کفر عناد، کفر استکبار، کفر یعنی تکبر، ایبا، امتناع، روی گردانیدن، من کردن دین. کفر اعراض و تولی، کفر اعراض کردن، روی گردانیدن از دین. و کفر جهل، کفر جهل هم ببینید در قطار این کفرها وجود دارد، یعنی اینچنین از سبب جهل هم انسان کافر می شود. و کفر شک و کفر نفاق، از سبب شک هم انسان کافر می شود. کسی به اصول دین، به قرآن، به سنت و به چیزی که صریح و ثابت ذکر شده از شک بکند کافر است. و اینچنین کفر نفاق وجود دارد. بارک الله فیکم. پس هر کسی که به سبب جهلش دین را تکذیب بکند، دین را دروغ شمارد، پس این کفرش کفر جهل است. یعنی به سبب کفر، به سبب جهل کافر شده است، به سبب جهل تکذیب کرده است و به سبب جهل کافر شده است. و اما کسی که دین را دروغ شمارده است، نه به سبب جهل بلکه به سبب کبر و به سبب قصدن دشمنی کردن، در این حالت کفرش کفر عناد و استکبار است. یعنی دروغ شماریدن دین به دو سبب شدنش هم ممکن است. دروغ شماریدن دین به سبب جهل، در این حالت کفرش کفر جهل است، یا که دروغ شماریدن دین به سبب کبر و عناد، در این حالت سبب کفرش کفر کبر و عناد است. و امروز خود شما نظر بکنید، انسان هایی که منصبدار هستند و بسیار مرتدانی که امروز به حکم غیر الله حکم میکنند، سبب کفر اونها کفر عناد و کفر
کبر است. به سبب استکبار و به سبب کبر و به سبب دشمنی به دین، در این حالت اونها دین را دروغ میشمارند. لباسی که قرآن و سنت به زنها و مادران و خواهران موحد فرض کرده است و حجاب است، این را رد میکنند، میگن که این وجود ندارد، این از دین نیست، این اسلام از این چنین پاک است. این چنین صحبت ها میگن. لباس سیاه وجود ندارد، در حالتی که لباس سیاه این لباس بهترین زن است. و این مرتدان چرا حجاب را منع کردند و این مرتدان چرا ریش را منع کردند و این مرتدان چرا نماز را منع کردند؟ سبب منعشان و سبب دروغ شماریدن این عملهای اسلامی و سبب رد کردنشان این احکام اسلامی را، سببش کبر است و عناد و قصدن بازی و دشمنی به دین است و اینها مرتد و کافرند و سبب کفرشان کبر است. اما انسانهای عادی که امروز دین را دروغ می شمارند، به مانند بعضی از انسانهای عادی جاهلی که تماما جهالت غلبه کرده است، میبینید که نماز را رد میکند. میبینید بعضی از جهلا حرام بودن شراب را رد میکند، حلال میگوید اعوذ بالله من ذلک و این کفر استحلال است. و میبینید که قرآن را رد میکند. کفرش، سبب کفرش کبر نیست بلکه جهل است، از سبب جهل است. پس در این حالت میگیم که این کافر است و سبب کفرش جهل است و سبب دروغ شماریدن دین به سبب جهلش است. الله المستعان. و این چنین کفار نمودهای خود را دارند. کفار مثلا کافرها هست انسانهایی که دین را دروغ میشمارد و کافرهای هست که سبب کفرش جهد است، دین را ترک میکند، رد میکند. و کافرهای هست که به دین دشمنی دارد، سبب کافریش دشمنی است. و کافرهای هست که امتناع هست، ممتنع شدن از دین است، یعنی دیگر انسانها را از دین میدارد یا که خودش را میداند. و کافرهای هست که سبب کفرش تکبر است و مستکبر شده است، یا که از نمودهای کفار معرض است، اعراض و تولی روی گردانده است. و این چنین کافرها هست که سبب کفرش جهل است و کافرهای جهال است. بارک الله فیکم. پس بدانید که این مذهبی اهل سنت و جماعت است. اما مرجئه ها در زمان قدیم هم و امروزه مرجئه های نقاب کشیده بر رویشان هم که خود را سلفی میگن، صدقه سلفی باشند، امروزه مرجئه ها مدخلی ها یا که جامی ها، جامیه و مدخلیه که جامی حبشی یا که ربیع بن الهادی المدخلی به اونها پیرو میشد، مرجئه های جهمی امروزه کفر جهل را و کفر تولی و اعراض را رد میکند. میگد که ما کفر را قبول داریم اما کفر جهل را قبول نداریم، اما کفر تولی و اعراض را قبول نداریم. و این عقیده مرجئه هست و این عقیده مرجئه های امروزه که خود را سلفی میگن. اینها سلفی نیستن، اینها مرجئه جهمی مدخلی و این چنین جامی هستند و از اینها باید پرهیز کرد. ما چرا میگیم که اونها مرجئه هستند؟ زیرا که اونها در بسیار مسائل مثل اهل سنت و جماعت صحبت میکنند، اما در مسئله کفر و در مسئله ایمان، البته ایمان را هم امروزه مرجئه ها مثل اهل سنت زبانن میگویند اما در عمل رد میکنند. و اما در مسئله کفر صراحتا آشکارا کفر جهل را رد میکنند، کفر تولی و اعراض را رد میکنند و عقیده اهل سنت و جماعت را عقیده خوارجی میگویند. وقتی که این سخنهای ما را میشنوند حکم به خروج میدن. چه خیلی که ابن القیم الجوزی، ابن تیمیه رحمه الله، چه خیلی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را اهل ارجاء مرجئه ها، جهمی ها، صوفی ها، خوارج می نامید. امروز این مدخلی ها که خود را سلفی میگن صدقه سلف باشند و این بیشرمان و بیخردان و بیعلمان و جاهلان اهل سنت و اهل حق و فرقه ناجیه که کفر جهل را اثبات میکنند، کفر تولی و اعراض را اثبات میکنند و سخن علمای نجر را ذکر میکنند، این چنین انسان ها را میگد اینها خوارج است و اعوذ بالله من ذلک. و البته ما از مرجئه های جهمی براءت میجوییم و از خوارجی و اهل تکفیر براءت میجوییم و ما وسط هستیم و فرقه اهل سنت و جماعت را اثبات میکنیم. بارک الله فیکم. پس اینها مرجئه ها فقط از این نمودهای
کفر تکذیب و کفر عناد و کفر قلبی را قبول دارد و خلاص. کفر شک را هم قبول ندارد، کفر نفاق را هم قبول ندارد، کفر جهل را هم قبول ندارد، کفر اعراض و کفر تولی را هم قبول ندارد. اهل ارجاء و مرجئه ها به کفر تکذیب و عناد و کفر قلبی و اینچنین استحلال جهد در همین جا تقصیر کردند و اختصار کردند و باقی ماندند و دیگر نمود کفر را کفر نمیگویند و البته این غلط است. پس بدانید برادران عزیز و خواهران بزرگوار و موحدم که کفر الجهل این کفر مجمع علیه است. کفر الجهل یعنی کفری که به سبب جهل به وجود می آید، این را کفر الجهل گفته می شود. این کفری که تمام علما به این نمود کفر به وجود آمدنش، یعنی کفری که از سبب جهل به وجود می آید، این نمود کفر را علما گفتند که وجود دارد و این نمود کفر مجمع علیه و معروف است و این مقابل کفر تکذیب و عناد است. مقابل کفر تکذیب و عناد است. بارک الله فیکم. پس وقتی که شما از جهل باخبر می شوید، از موضوع جهل باخبر می شوید، این چنین خود به خود علم به شما به وجود می آید. علم شما آهسته آهسته بالا می رود. وقتی که علم به وجود آمد، توحید شما شرط اولی لا اله الا الله به جا می آید. بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران بزرگوارم، جهل به دو قسم تقسیم می شود. کفر جهل به دو قسم تقسیم می شود. کفر جهلی که به سبب نرسیدن حجت لعدم بلوغ الحجه به وجود آمده است. یعنی بعضی کفری که از سبب جهل به وجود آمده است، جهل سبب پیدا شدن جهل این بود که حجت نرسیده است، قرآن و سنت به یک انسان نرسیده است و انسان جاهل می شود و به سبب جهلش کافر می شود. و دومین نمود کفر جهل این از سبب نفهمیدن حجت. قرآن و سنت به یک انسان رسیده است اما قرآن و سنت را نفهمیده است یا که خطا فهمیده است و به سبب این به جهل واقع شده است و به کفر واقع شده است. پس دانید که بسیاری از علمای اهل سنت و جماعت قسم دوم را، یعنی حجت رسیده است اما حجت را نفهمیده است، این قسم را قسم کفر جهل نمیگویند بلکه کفر عناد میگویند. اما همه علما اتفاق میکنند که هر دوی این نمودی کفر جهل هم صاحبش کافر میشود. فقط در وصف نامش اختلاف کردند. بعضی از علما گفتند که اگر حجت رسد و اما حجت را نفهمد، بلوغ الحجت شود اما حجت را نفهمد، یعنی قرآن و سنت به یک انسان رسید اما نفهمید، در این حالت این میگن کفرش کفر عناد است. و بعضی از علما میگن که این کافر است لیکن سبب کفرش جهل است و بعضی میگن که کفرش سببش عناد است، قصداً رد کردن است. اما به کسی که حجت نرسید و جاهل ماند و به کفر به سبب جهل رسید، در این حالت همه اتفاق میکنن که این کافر است صاحبش و سبب کفرش جهل است و در دو حالت هم همه علما اتفاق میکنن که کفر است. بارک الله فیکم. و قسم های جهل زیاد است. اقسام جهل گوناگون است. بمانند جاهل بودن در اصل دین و در اصل اسلام، بمانند کافر اصلیه که جاهل از اسلام است. یک کافر اصلی بمانند یهود و نصارا، اهل کتاب میگویم، اهل کتاب کافر اصلی است و به اصل اسلام یا که از اسلام کاملا جاهل است و همین جاهل بودنش از اسلام، ندانستنش از اسلام، بیخبر بودنش از دین اسلام، این سبب شده است که در کفر اصلیش باقی ماند. قسم جهل دوم الجاهل بالتوحید، جاهل بودن از توحید، مرتدی که واقع در شرک شده است از سبب جهل. بمانند که این رو ما کفر اصلی گفته نمیتوانیم، این یک
انسانی که خود را مسلمان می نامد اما از اصل دین توحید دور مانده است، از اصل دین توحید در جهالت مانده است، بی علم است و به شرک واقع شده است. به مانند بسیار امروزه مسلمان هایی که خود را مسلمان میگن، لا اله الا الله میگن، هیچ اهمیتی به توحید نمیدهند، از توحید سخن هم نمیکنند، از توحید سوال هم نمیکنند، از توحید سخن هم گوش نمیکنند، وقت هم ندارند و به سبب همین از توحید دور شدن و جهلشون به سبب جهل شرک را انجام میدهند. بی خبرند، نمیدانند که این شرک است. در گرد قبر طواف میکند، انسان پرستی میکند، سنگ پرستی و اولیا پرستی میکند، نمیداند که این شرک است، برای اینکه این بی خبر است و این هم کافر است و سبب کفرش جهل است. و قسم سوم جهل، جاهل بودن از فروع دین، جاهل بودن به فروع دین. فروع دین یعنی در اصل دین خوب است لیکن در فروع دین به مانند حکم نماز یا که حرام بودن خمر بی خبر است، که البته در فروع دین ما اگر حجت نرسیده باشد یک باره کسی رو کافر یا که تکفیر حکم نمیدیم، اما حجت رسیده باشد و استحلال کند، چیزی حرامی رو بعد از فهمیدن حلال بگوید، به اجماع علما در این حالت کافر خواهد شد و تکفیر کرده می شد. پس بارک الله فیکم، مسئله علم مسئله بی نهایت ضروری است و به هر یک انسان موحد ضرور است که از علم توحید با خبر باشد و این چنین فهمیدن جهل هم ضرور است. بناگاه فرهفته مرجعه های این زمانه، جهمیه های این زمانه، اهل بدعت این زمانه که امروز نقاب خود را نو کرده اند و خود را سلفی میگویند و این نمود کفرها را رد میکنند و میگن که این چنین کفر نیست، به فریفته اونها نافتید. پس بارک الله فیکم، جهل نمودهای یا که قسمهای این چنین با دیگر دارد. سوال شدنش ممکن است که چرا جهل به انسان پیدا می شود؟ ما جواب دادیم، لیکن اگر بار دیگر کمی وسیع تر بکنیم میگیم که سبب پیدایش جهل بر انسان این است که انسان از علم خود را دور بگیرد، نه کتاب توحید را بخواند، نه سوال از علما بکند و نه حلقه های علمی بشیند و گوش بکند. از تمام نمود وسایط علمی خود را دور بگیرد. در این حالت علم از اون دور است و خود به خود جهل پیدا می شود. وقتی که علم نگرفتیم، به جای علم شما خواستید یا نخواستید جهل به وجود می آید. وقتی که جهل به وجود آمد، از سبب بی علمی کفر به وجود می آید و این کفر را کفر جهل و صاحبش را کافر گفته می شود. بارک الله فیکم. و این چنین سبب پیدایش جهل این است که یک چیز را به خلاف وی اعتقاد کردن و این البته خود جهل همین است. اعتقاد کردن یک چیز به خلاف حقش، یک چیزی درست را نادرست اعتقاد میکنه. پس بارک الله فیکم، هر کسی که جاهل به توحید باشد، از توحید بیخبر باشد و واقع به شرک بشود، شرک را انجام بدهد به سبب جهلش، این انسان را مؤمن گفته نمی شود و این انسان اعتبار مؤمنی ندارد. لا یعتبر مؤمنا. هر کسی که از توحید و اصول دین جاهل بماند و به سبب جهلش واقع به شرک بشود، از جهل به شرک واقع بشود، چرا که از اصول دین جاهل است و بیخبر است، این انسان را مؤمن گفته نمی شود. پس این انسان وقتی که مؤمن گفته نشد، کافر گفته می شود. چرا که علما میگن اذ الجاهل بالشیء لا یسمى مقرا به و شاهدا علیه. هر انسانی که از یک چیز جاهل بماند، این انسان را گفته نمی شود که به همین چیزی جاهل مانده اش مقر است، اقرار همین چیز را اقرار کرده است و به همین چیز شهادت داده است. یعنی یک انسان
از یک چیز تماما بیخبر است، یک چیز را تماما نمیفهمد، در یادش هم نیست، بی علم است و جاهل است. در این حالت ما نمیتوانیم بگوییم که این انسان همون چیز را که نمیداند، نفهمیده است اقرار میکند، همون چیز را اقرار کرده است و همون چیز را شاهد شده است و شهادت داده است. معنای سخن این است که هر کسی که از توحید بیخبر است، توحید را تماما نمیداند و جاهل است، از شرک بیخبر است، شرک و توحید را جدا کرده نمیتواند، ما نمیتوانیم بگوییم که این انسان مؤمن است و نمیتوانیم بگوییم که این انسان توحید را اقرار کرده است و شاهد داده است. چرا که این جاهل است، بیخبر است. وقتی که توحید را نمیداند چگونه توحید را اقرار میکند؟ وقتی که توحید را نمیداند چگونه شاهد توحید میشود؟ و سبب کفرش جهل است. پس بر همین اساس هر کسی که در معنای لا اله الا الله به جهالت رود، در معنای لا اله الا الله جاهل باشد، در حالتی که به زبانش بگوید اما معنایش را تماما نداند و این چنین نداند که شرک لا اله الا الله را باطل می کند و دعای غیر الله را کردن و به غیر الله سجده کردن، دعای غیر الله را کردن و حکم به غیر ما انزل الله حکم کردن لا اله الا الله را نابود می کند، این چیزها را نداند، این انسان مسلمان نیست. مسلمان به اعتبار گرفته نمی شود، بلکه کافر است و مشرک است. اما اگر جهلش جهل تفرید باشد، ما به شما بیان کردیم که جهل دو قسم است: جهل افراط و تفرید. جهلی که به سبب تفرید به وجود آمده است، جهلی که به سبب کمبودی خود انسان به وجود آمده است، خود انسان به اهمیتی از دین کرده است و این نمود جهل به وجود آمده است و به شرک واقع شده است و از اصل دین بیخبر است و از شکننده لا اله الا الله بیخبر. در این حالت ما این را کفر میگیم. اما جهلی که از سبب نبودن علم و از سبب نبودن علما و از سبب نبودن تماما علم باشد، در این حالت ما میگیم که حکمش در این دنیا کافر است، ما به این مثل کافر معامله میکنیم. اما این نمود انسان ها را به قتل رسانیدن حرام است و جایز نیست. به قتل رسانیدن باید، پیش از به قتل رساندن باید حجت رسیده شود، برای اینکه سبب کفرش این جهلی که جهل تفرید یا که جهل عناد قصدن نیست، بلکه جهلش از سبب در حقیقت نبودنی شرایط بود، از سبب نبودن علما، از سبب نبودن شرایط بود و این جهلش هم سبب نابود شدن حکم نمی شود، بلکه میگیم که این انسان کافر است. اما این انسان رو به قتل رسانیده نمی شود. پیش از به قتل رسانیدن باید جهل عذر است، باید حجت رسانیده شود و ما این انسان رو خالدا مخلدا فی النار گفته نمی توانیم، زیرا که جهلش عذر دارد. این چنین انسان ها حکمش حکمی فرزندان کفار و حکمش حکم مجانین دیوانگان کفار است و در روز قیامت فرزندهای کفار، فرزندهای کافرها، دیوانه هایی که در کفار وجود دارد، یعنی کسانی که عقل ندارد و این چنین کسانی که در این دنیا تماما به اونها شرایط آموختن علم نبود، خود را مسلمان میگفتند لیکن دیگر هیچ شرایط نبود، در روز قیامت الله سبحانه و تعالی به نزد این نمود انسان ها، به این نمود گروه ها رسول را میفرستد و اینها را امتحان میکند و هر کسی که اطاعت الله کرد البته مؤمن است و جنت میرود و در این دنیا هم به وی وقتی که علم رسید قبول میکرد و اما کسی که الله را در روز قیامت اطاعت نکرد البته خالدا مخلدا فی النار خواهد شد. بارک الله فیکم. برادران عزیز، بارک الله فیکم. آیا آدم انسان جاهل آیا عذر داده می شود؟ یعنی هر کسی که به سبب جهلش به شرک اکبر واقع شد، از سبب جهل یا از سبب نرسیدن حجت، از سبب عدم بلوغ الحجه، یک انسان به شرک واقع شد، شرک را انجام داد، عمل شرک را انجام میدهد به سبب جهل، به سبب اینکه به وی خبر نرسید است که این چیز شرک است، یا که به سبب اینکه تماما جاهل است یا که حجت نرسیده است. ما چی میگیم این چنین انسان رو؟ میگیم که حکمه فی الدنیا انه کافر. این نمود انسان هم حکمش در این دنیا کافر است و بر این حکم احکام کافر مجرا میکرده می شود، گذاشته می شود. از طرف نام ما این رو میگیم که کافر است. در مسئله نکاح، در مسئله میراث، در مسئله نماز، در این مسئله که به وی نماز جنازه خوانده شد، البته در این مسئله این انسان کافر است. اما در مسئله قتل ما انسان رو قتل کرده نمیتوانیم
زیرا حتما باید پیش از به قدر رساندن حجت رسانیده شود و استتابه کرده شد. اما حکمش در روز قیامت از کمال عدل الله سبحانه و تعالی این است که این انسان را عذاب ندهد، زیرا که الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء آیه 15 میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ کسی را عذاب نمیدیم تا همون زمانی که به این رسول را نفرستیم. پس این هم در روز قیامت معذور حساب می شود و حکمش حکم اهل فطرت یا که مجانین کفار، فرزندان کفار است و از امتحان الله سبحانه و تعالی حتما میگذرد. و البته در این مسئله اکثر مرجئه ها خطا کرده هستند. مرجئه ها میگوید که جهال مشرکین اینها مسلمانند. ببینید مرجئه ها میگویند که هر کسی که جاهل باشد و از سبب جهل شرک را انجام بدهد، قبر را پرستد، قبر پرستندگان، حکم سازندگان، حکم غیر الله کانستیتوسی سازندگان، اینها میگد همه اش مسلمان است به سبب اینکه اینها جاهل هستند. اینها شهادتن را نطق میکنند و جهل و تعویل را مانع از موانع تکفیر در مسئله شرک میگویند. البته این خطا است و این باطل است و این عقیده باطل مرجئه هست. بارک الله فیکم. حتی شیخ محسن العباد یک زمان در همین عقیده بوده است و یک کتابی را می‌نویسد الایضاح و التبیین فی من یتو فی القبور الانبیاء و الصالحین و با این رساله اش از این عقیده باطل باز میگردد. محسن العباد شیخی که در مدینه یک از محدثین بزرگ است که در این شیخ ما کتب سیته را می نشستیم و درس می گرفتیم و این رساله اش رو من خودم قرائت کرده هستم که در اونجا شیخ بیان میکند که هر کسی که به سبب جهل شرک را انجام میدهد کافر است و حکمش در این دنیا حکم کفر است. اما در مسئله قتل و در مسئله خلد مخلدن فی النار گفتند البته باید ما تفصیلات رو چخیلی که بیان کردیم بیان بکنیم. اما باید بدانید که امروزه جاهلانی که در این عصر و زمان هستند از جاهلان زمان اولی صدر اسلام دیده سخت‌تر هستند و شرکشان و جهلشان شدیدتر است، زیرا که امروز تمام وسیله های آموختن علم و تمام راه های آسان ترینی که برای انسان میرسد رسیدن وسایل توحید مهیا است، شرایط وجود دارد و اما با وجود این بودن وسیله ها، شرایط ها، انسان وقتی که به دینش اهمیت نمیدهد البته شرکش از شرک گذشته ها دیده سخت‌تر می شود، زیرا که مشرکان زمان قدیم این چنین رسیدن توحید برای آنها آسان نبود، برای آنها مشکل بود. به یک مشرک باید بعد از یک چندین وقت شاید خبر می رسید. اما امروز در درون خانه هر یک انسان اگر خواست توحید می رسد و وجود دارد. پس بارک الله فیکم. این بود مسئله جهل و کفر جهل و کمی این حلقه زیاد شد. سبب این حلقه را زیاد کردن این بود که ما خواستیم در یک حلقه این مسئله را به پایان رسانیم و در حلقه آینده شرط دومی لا اله الا الله، شرط صحت دومی لا اله الا الله الیقین را به شما شرح و توضیح خواهیم داد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك